خواهیم دید که چقدر تو تحمل این زندگی را داری. بالاخره کارت را کردی. با خود میگفتم وقتش نرسیده که از بند پدر آزاد شوم. بله، بالاخره از بند پدر رها شدم. از بند پدر رها شدم. این چه وضعی است؟ همه دارند مسلمان می شوند. اگر تا به حال نگران چند نفر بودیم، حال از این به بعد باید نگران همه باشیم. میگویید چه کار کنیم؟ اگر ما نگران این هستیم که نجاشی به آنها تمایل یابد و تجارت کساد شود، به نظر من باید وجهشان را پیش پادشاه خراب کنیم تا نسبت به آنها بدبین شود. چگونه میتوان چون این کاری کرد؟ ما که خبر داریم برخوردش با آنها خوب بوده و پناهشان داده. تنها با ما مشکل ندارند، با او هم مخالفند. عقاید مسلمانان با آنها در تضاد است. باید افراد سخنوری را برای مناظره بفرستیم. تشویقش کنیم که آنها را اذیت کند؟ نه، فقط می‌خواهیم تحویلشان دهد. بقیه اش به عهده خودمان. چه کسی خواهد رفت؟ حالا نوبت توست ابن عاص. نوبت تو هم میرسد عباس سلیمان. عجله ای ندارم. جناب پادشاه. دوست من عمرو ابن عاص. با دوستان تعارف نکن. فروتنی پادشاه از بزرگواری است. چه پوستینی. سلیقه‌ام را خوب میدانستی. بنشین دوست من. آیا خستگی سفر به در کرده ای؟ با دیدن شما خستگی هایم به در شد. برای تجارت آمده ای یا هجرت کرده ای؟ خدا نکند من مانند آن مهاجرانی باشم که به اینجا پناهنده شدند. یعنی تو مسلمان نشده ای؟ اگر دینم را رها می کردم حتما به دین مسیح در می آمدم. اینها دین اجدادیشان را رها کردند، مسیحی هم نشدند، دینی جدید برای خود ساختند که من و شما هم نمی شناسیم. برای همین آمده ای شکایت کنی به من؟ بزرگان قوم و پدران و عموهایشان مرا اینجا فرستاده اند تا برشان گردانم، چون قومشان بیشتر نسبت به آنها شناخت دارند و نگران هستند. ولی آنها چیز دیگری میگویند. آیا گمان میکنید در برابر شما راست میگویند و صداقت دارند؟ شما بزرگان قوم ما را خوب میشناسید. هنوز هم در اینجا رفت و آمد میکنند که این رفت و آمدها هم به سود ماست و هم به سود شما. از راستی و امانتداریشان هم خبر دارید، شما که آنها را میشناسید.
آنها آمدند اینجا پیش من، زندگیشان اینجاست و مرا انتخاب کردند. و شما عرب ها همیشه شنیده ایم که عرب ها اهل پناه و عهد و پیمان هستند. حتی قاتل عمویشان را پناه می دهند و به کسی کاری ندارند. پس من کاری کنم که شما برای خود نمی پسندید؟ هرگز چنین کاری نمی کنم. عمر دوستی بزرگان ما و شما به زمانهای قبلتر از اینها می رسد، تا جایی که تجارت گسترده‌ای بین ما و شما برپا شده. آیا عدل و انصاف از سرورم آنها راه هموار کنند تا این گروه از جوانان جاهل و بیفکر به ما دهنکجی کنند و از این فرصت استفاده کنند تا پدرانمان را کافر و جاهل بنامند؟ نه، به خدا آنها را تحویل نمی دهم تا اینجا بیایند و تحقیق کنم تا حقیقت را بفهمم. لازم نیست چنین کنید سرورم. نکنم؟ مگر حرفایی که زدی واقعیت نداشت؟ راستگویی مرا با آنها می سنجید؟ ارزش آنها با من یکیست؟ مگر خویشاوند نیستند؟ پس دیگر چه اختلافی دارند؟ اینها از ما نیستند، همگی به ما پشت کردند. چنین نخواهم کرد، زیرا میخواهم دلایلشان را بشنوم. اگر حق با تو بود تحویلشان میدهم و چنانچه غیر از این بود پناهشان میدهم و تا زمانی که اینجا هستند به آنها نیکی میکنم. او عمرو بن عاص است، مرد باهوش عرب. باطل پیش حق دلیلی ندارد، پس نگران نباش. فردا که آنجا برویم میخواهی چه بگویی؟ چون همانطور که او میگوید بت‌ها را رها کرده ایم ولی هم دین نجاشی هم نیستیم. ما حقیقت را میگوییم، چیزی که پیامبرمان فرموده. هرچه میشود مهم نیست، نه دروغ نه چاپلوسی. پسرعموی پیامبر هستی جعفر، پس تو فردا سخنگو باش. سلام بر شما ای پادشاه. میدانید دوستتان درباره شما چه گفته؟ پس بگو دینی که به خاطرش قومتان را رها کرده اید و وارد دین من یا دین دیگری نشده اید چه دینی است؟ ای پادشاه، ما گروهی نادان بودیم که بت می پرستیدیم، مردار می خوردیم و زشت کار بودیم، فقط به قوم و قبیله خود اهمیت می دادیم و قوی به ضعیف ستم می کرد. در این حال بودیم تا اینکه خداوند پیامبری به سوی من فرستاد که به نسب و درستکاری و امانتداری او اعتماد داشتیم. او ما را به پرستش خداوند بی همتا فراخواند. گفت که فقط خدا را بپرستیم، سنگ و بت‌های بی جان و ناتوانی را که خود و پدرانمان پرستش می کردیم رها کنیم. ما را به راستگویی فرمان داد و امانتداری و صله رحم، احترام به پدر و مادر، نیکی با همسایه و دوری از گناه و خونریزی. او ما را از زشتی ها و سخن گفتن باطل و خوردن مال یتیم و تهمت ناروا باز داشت. گفت که در همه حال یاد خدا باشیم و به او شرک نورزیم. ما سخنش را باور کردیم و از دستورهای پروردگار یکتا اطاعت نمودیم. و این دلیل دشمنی این هاست. شکنجه شدیم، به ما گرسنگی و تشنگی دادند تا به پرستش بت‌ها بازگردیم. ما را تحقیر کردند، کتک زدند، با ما کاری کردند که به اینجا آمدیم.
به دیار شما پناهنده شدیم چون پیامبرمان فرمود. گفت که اینجا هرگز به ما ستم نخواهد شد. از این قرآنی که میگویی چیزی به یاد داری؟ خیلی خوب. برایم بخوانش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تغيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا این که خواندی و آنچه عیسی آورده از یک منبع نورانی سرچشمه گرفته. بروید، شما را به کسی تسلیم نمی کنم و اینجا در امانید. تو به این میگفتی نادانی؟ ای عمرو، من فکر میکردم که عاقل تر باشی. نه، به خدای انجیل قسم نادان نیستی، ولی تکبر داری. ما تو را برای این مأموریت انتخاب کرده ایم، زیرا هوش و خرد و سخنوریت در مناظره بسیار معروف است. سعی کن ناامیدمان نکنی. فرصتی دیگر به من بدهید، یک بار دیگر فقط، پیش از این که تصمیم بگیرید. ای وای، بگو ببینم چرا دلایلت را بیان نکردی؟ من هم مانند بقیه هستم. با دیدن آن وضع و حال دلم به حالشان سوخت. ضمناً شما هم متأثر شده بودید. فهمیدم اگر در آن حال سخنی بر زبان بیاورم به هیچ عنوان از من نخواهید پذیرفت. تا فردا مهلت میخواهم. کاری میکنم که هرچه رشته‌اند هم بشود. این ابن آس دیگر چه میخواهد از ما؟ گمان کردیم رفته و رهایمان کرده. خواهیم دانست. اکنون ای عمرو، مسلمانان مهاجر دوباره اینجا گرد آمدند. بگو حرفت چیست؟ ای پادشاه، اینها درباره عیسی بد میگویند. از آنها بپرس نظرشان چیست. خب سخن او را شنیدید، پاسخ بدهید. ما به همان چیزی معتقدیم که پیامبرمان آورده. او بنده صالح خدا و از بزرگترین پیامبران است. پسر پاک مریم عذراء بتول.
اعتقاد من و شما درباره حضرت عیسی یکی است. بروید. شما در سرزمینم در امانید. تأمین شما با من، تنبیه دشمنانتان هم با من. دوست ندارم کوهی از طلا داشته باشم ولی یک نفر از شما آزار ببیند. هدایایش را برگردانید. نیازی به آنها ندارم. خداوند در برابر دادن این حکومت به من از من رشوه نگرفته، پس من رشوه نمیگیرم و آنها را نمی فروشم، هرچند خوشت نیاید. ما عقیده خود را درباره حضرت عیسی مسیح برایتان گفتیم. آیا از او نمی‌پرسید که عقیده او در این باره چیست؟ میدانی امر، تو نه بر دین آنهایی نه بر دین من. بیا تو هم هرچه میخواهی بگو. تو که نمیدانی من چه کشیدم. در کوچه و بازار مردم هر روز به هم میگفتند و همین زودی ابن عاص همه آنها را دست بسته میآورد. او اگر بخواهد میتواند حتی نهنگ را به مکه بیاورد. یادت هست که گفتم هر سخنی را در هر جا نباید گفت. اشتباه از شیوخ ما بود که گفتند سراغ نجاشی برویم، چون اعتقادات مشترک زیادی دارند. عیسی و مریم، زکریا و یحیی، هر دو طرف از بت پرستی بیزارن. من با اینها چه می کردم؟ قربانی هایی که به پایتان ریختم بستان نبود تا در آن اوضاع سخت مرا یاری کنید؟ عیاش سلامه. چگونه ابوالحکم شما را رها کرد؟ درست از وقتی که او من و سلمه را زندانی کرد، مادرم گریه و زاری و شیون به راه انداخت تا اینکه دلش نرم شد و بالاخره ما را آزاد کرد. ابوالحکم نیز دلش نرم می شود؟ خب مادرش را که دوست دارد. به ما گفته اکنون که هجرت به حبشه قطع شده نباید به فکر رفتن باشید و از ما عهد و پیمان سختی گرفت. چقدر از دیدنتان خوشحالم. و اینم از پسران سهیل ابن عمرو. پدر آنها هم همان کاری را کرد که ابوالحکم به سر ما در آورد. ابا جندل. و علیکم السلام. سلام. خوش آمدی عبدالله. نمی رویم با یکدیگر نمازی بخوانیم؟ بله می خوانیم و بعد به دیدن رسول خدا می به زودی برای نماز می آید. پشت سر او نماز می گذاریم. بیش از این چه می خواهید؟ این ماجرا به سال 7 کشیده و همه می دانید که محمد اصل این مصیبت هاست و تا زمانی که او زنده است آب خوش از گلویتان پایین نمی رود. با قتل او همه چیز تمام می شود و ما راحت می شویم. آیا هاشم با همه شما می جنگد؟ اگر همگی با هم باشیم و نترسیم و بمانیم. بله، آنها مراقبش هستند. اما اگر به طور ناگهانی حمله کنیم، گمان نمی کنم که بخواهند کاری کنند. و حتما خواهند گفت ما در حقش کوتاهی نکردیم و هر کجا که بود از او دفاع کردیم و وقتی که غافل شدیم به او دست یافتند. اما الان
او زنده نمی شود حتی اگر همه ما کشته شویم. پس چه فایده؟ ای فرزندان عبدالمطلب، ای بنی هاشم، از نقشه‌ای که قوم برای برادرزاده‌ام کشیدند خبر دارید. این بار عزمشان را جذب کردند و من صلاح نمی بینم که از امروز او در خانه‌اش بماند. شیب هاشم مکانی امتر است و دسترسی به آنجا برایشان دشوارتر است. محمد را به آنجا برده و در کنارش میمانیم. از او مراقبت و حمایت میکنیم تا اینکه خداوند میان ما و قوممان را اصلاح کند. هر کدام از شما هم بر دین و عقیده محمد نیست، به خاطر پیوند خویشاوندی این کار را بکند و بداند هیچ ننگی بر او نیست تا ابد. هر کس نظر مرا قبول دارد خوش آمده، هر کس هم نمیخواهد اکنون برود بهتر است که هنگام سختی پشتمان را خالی کند و برود. ما با تو هستیم ابو طالب. چقدر خوب خودم و خانوادم را گرسنه بگذارم و قوم به خاطر محمد رهایم کند. من با آنها نیستم، با آنها به شب نمی روم. من با شما هستم، قسم به لات و عزا شما را همراهی می کنم. بله خودمان این را می دانیم ابا معتب. یک ذره خرما هم برایشان نمیبرم حتی اگر بمیرن. چقدر وفاداری ابا لهب. تو به این میگویی وفاداری؟ دوست دارم تمام دشمنانم مانند او باشند و در یارانم یکی مانند او نباشد. شما را یاری کردم، این گونه نیست؟ شاید که خوشنود شده و به من لطفی کنید همان گونه که من کردم. میخواهند بهتر شود، ما بدترش میکنیم. میخواهند کاری کنند که در این شعب کسی دستش به محمد نرسد، اما کاری میکنیم که پشیمان شوند. اجازه نخواهیم داد که کسی آنجا برود. یعنی چه؟ بین خودمان پیمان میبندیم و آن را مینویسیم و عهدنامه مکتوبمان را در کعبه آویزان میکنیم به این مضمون که با بنی هاشم قطع رابطه کنیم. با آنان عهدی نمیبندیم، وصلت نمی کنیم، نه چیزی میفروشیم و نه میخریم. نمیگذاریم مایحتاج زندگی به آنها برسد، نه صلح از آنان میپذیریم و نه دلمان به حالشان میسوزد. رحم نمی کنیم، حرف نمیزنیم، هم نشین نمیشویم، به خانه هایشان وارد نمیشویم تا اینکه محمد را به ما تحویل دهند. هرگاه مردم برای خواب آماده شدند، بستر محمد را جایی پهن کنید که دشمنان و مخالفان به خوبی بتوانند او را ببینند. هنگامی که همه به خواب رفتند، او را به مکانی دیگر منتقل کنید که کاملا امن باشد. همین کارا میکنیم. حتما. ببینید هر کس چه مقدار توشه و آذوقه با خود دارد. بر اساس نیاز هر شخص و خانوادهش آن را بینشان تقسیم کنید تا گرسنه نمانند. اولویت را به ضعیفان و کسانی که کودک دارند بدهید، زیرا نمیدانیم این وضعیت تا چه وقت ادامه داشته باشد، تا دوستان و خویشاوندانمان و یا اصحاب محمد بتوانند چیزی به ما برسانند. نگهبانان قریش قوی و هوشیار در ورودی‌ها و خروجی‌های شبه در کمینند. چرا قریش با ما چنین می‌کند؟ رسول خدا که اینقدر با آنها مهربان بوده، اما چه فایده؟ به خدا قسم اگر او ما را از جنگ منع نکرده بود میکشتمشان. چه کنیم؟ جز صبر تا اینکه خداوند بزرگ برایمان گشایشی مقرر کند.
عبدالله. آرام، مواظب باش. نباید کسی باخبر شود. کنار بروید. کنار بروید. نمی رویم. باید بدانیم برای چه آمده ای. مقصدت کجاست؟ مادرت با عزایت باد. که هستی که از مقصد من میپرسی؟ اگر بخواهید جلویم را بگیرید حساب خودت و دوستانت را میرسم. یالا بروید. بروید. نمیگذاریم بروید. خدا نابودتان کند. برای مرگ شتاب دارید؟ به خدا سوگند نیازی به درگیری با شما ندارم. فقط به خاطر فرمان رسول خداست. مگر اینکه مجبور شوم از خودم و این بچه دفاع کنم. با شما اتمام حجت کردم. پس اگر اصرار دارید من آماده‌ام. بیا پسرم. از آنها نترسیدی پدر جان؟ بله ترسیدم. اگر انسانها نمی ترسیدند خودشان را نابود می کردند. اما شجاعت این است عبدالله که در طول زندگیت بر ترست غلبه کنی و کاری کنی که دشمنت بیش از تو بترسد، زیرا اون نیز مانند تو انسان است و زندگی خودش را دوست دارد. فهمیدی که چه گفتم؟ و اکنون نزد رسول خدا که رسیدیم به او سلام کن و از او بخواه که برایت دعای خیر کن. چشم پدر جان. ابابکر، همیشه در خیر پیشگام هستی. کسانی را در راه ندیدی؟ خداوند مرا از شرشان حفظ کرد. خداوند بهترین حافظ و نگهدار است. چیزی نداری به او بدهی تا آرامش کند دخترم؟ شیرم خشک شده ابو طالب. خدا یاری می کند انشاءالله. این سومین سال انتظارمان است. استغفرالله. برو علی، برو نزد محمد و هر کجا که رفت با او باش. و شما پدر؟ ما تمام سختی ها را به خاطر او تحمل کردیم. اگر بلایی سرش بیاید تمام زحماتمان به باد می رود. پدرت عمر خودش را کرده، از مرگ نمی ترسم. می ترسم پس از من قریش نسبت به محمد جرأت پیدا کند، جرأتی که پیش از این هرگز نداشت. اما تو ای علی، بیش از آن چه تا کنون عمر کردی از عمرت باقی مانده پسرم. پس بیشتر از خودت حواست به محمد جمع باشد. جانم را فدایش میکنم. تا جایی که توان دارم اجازه نمیدهم خاری به پایش رود. مطمئن باشید.
ازدحام نکنید. بروید. میدانم گرسنه اید. نوبت را رعایت کنید. همگی سهمشان را خواهند گرفت. ای مردم، چه شده؟ ای قریشیان، سخنی دارم. ما آسوده هستیم، اما بنی هاشم در حال نابودی است. دیگر رمقی برایشان نمانده. تا این عهدنامه ظالمانه را پاره پاره نکنم آرام نمیگیرم. هرگز این کار اشتباه است. تو اشتباه میکنی. بدون رضایت ما پیمان ظالمانه بستید. ما راضی نیستیم و او را قبول نداریم. بله همینطور است. این پیمان مایه سرشکستگی است. ای کاش از آن سودی می بردید. تنها سودش این بود که دلهای عرب را نسبت به خود چرکین کردید. میگویند چرا قریش با فرزندان خودش چنین بیرحم است؟ مگر غیرت ندارد؟ قطعاً خواهند گفت اگر یاران محمد در برابر سختی ها شکیبا هستند و حتی با قومشان درگیر نشدند و اعتراضی ندارند، به خاطر حقیقتی است که وجودشان را فرا گرفته یا به خاطر اخلاق والایی است که محمد دارد. شما با کارتان فقط مسلمانان را بالا بردید و خود را حقیر کردید. بسیاری از عربها به دینش روی آوردند که اگر فرمان دهد با شما می جنگند. پس این را بدانید، این عهدنامه ظالمانه باید از بین برود. همین و بس. این کار با حساب انجام شده و همه ما درباره آن مشورت کرده ایم. اصلا مهم نیست. خودم آن را پاره پاره می کنم. این چیست؟ موریانه همش را خورده؟ به جز به اسم که اللهم. این دیگر چیست؟ ای مردم، ما از این عهدنامه خصمانه و ظالمانه بیزاریم و در ظلم و تبهکاری بزرگانمان را یاری نخواهیم کرد. رسول الله کجاست؟ مرا نزدش ببرید. چه خبر شده عمر؟ مژده باد شما را ای بنی هاشم. خداوند امروز عهدنامه ظالمانه را از بین برده و پاره پاره کرد. واقعاً؟ خودت دیدی؟ بله، ابو طالب هم دیده است. من زودتر آمدم تا مژده‌اش را به شما برسانم. مرا نزد رسول الله ببر. الحمدلله، الحمدلله. از این شب بیرون آمده و به خانه هایتان بازگردید. الله اکبر، الله اکبر.
رسول الله آمده برادر. تمام تلاشم را برای حمایت از تو انجام دادم. به خدا دوست داشتم عمرم بیشتر بود، نه به خاطر زندگی، به خاطر اینکه بیشتر یاریت کنم. ولی موقع رفتن است. فرزندم علی و این دو عموهایت حمزه و عباس نزدیکترین اشخاص به تو بوده و نباید تو را تنها بگذارند یا تسلیمت کنند. هرگاه فرزندم جعفر را دیدید سلامم را به او برسانید و بگویید همان سفارشی به او کردم که به علی و عقیل و دیگر برادرانمان چیزی نمانده که به وعدگاهمان در عقبه برسیم. نباید آنجا اختلاف کنیم. هر کس در ایمان خود شک دارد و محکم نیست اکنون بازگردد، وگرنه همگی با هم نزد پیامبر می رویم با یقین. درست است. با همین نیت از یثرب حرکت کردیم. بعد از آن که حقیقت برای من آشکار شد باز نمی گردیم. بله ای رسول خدا، آنچه گفتی قبول داریم که شرک نورزیم، دزدی و زنا نکنیم و فرزندانمان را نکشیم، با تهمت و افترا چیزی را به دست نیاوریم و نافرمانی شما را نکنیم. یکی از یارانتان را بفرستید تا اصول اسلام و احکام آن را آموزش دهد، تا اینکه سال آینده با تعداد بیشتری نزد شما آمده و بر آنچه شما میپسندید تجدید بیعت کنیم. ای رسول خدا، دستت را بیاور تا با تو بیعت کنیم. همانا پایه و اساس دین که سبب قبولی اعمال دیگر می شود، یکتا پرستی خداوند عزوجل می باشد. هر کس می خواهد وارد اسلام شود از شهادتین آغاز می کند: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، و به طاغوت و خدایان باطل کافر می شود و کردار جاهلی را که قومش انجام می دهند رها می کند. زیرا الله پاکی ها را برای من حلال و ناپاکی ها را حرام نموده است. ما را به نماز و صدقه و نیکوکاری سفارش کرده و ادای حقوق و رساندن امانت به صاحبانش و اینکه در قضاوت شخصی عادل باشیم، حتی اگر به ضرر خودمان یا همسران یا فرزندان و برادرانمان شود. حتی اگر کسی که سخن حق و حقیقت میگوید مخالف ما باشد، سزاوار است از او پیروی کنیم و تفاوتی میانمان وجود ندارد مگر در تقوا. با مردم مهربان باشیم، تعصب دوران جاهلیت را رها کنیم. هرچه شخص برای خود میپسندد برای برادرش هم بپسندد و همه خدا را بپرستید و همچون دژی استوار محافظ اسلام باشید و رضای خدا را بجویید.